اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسه پیشین به اینجا رسیدیم که یعنی بحثی ما در جلسه پیشین درباره توحید در عبادت یا همان توحید الوهیت بود و به یک سلسله شبهاتی که بعضی از فرقه های اسلامی برانگیخته اند و گویا اینکه توسل به مرده ها درست نیست و اینها، ما چند تا روایت را برای عزیزان نقل کردیم. برای معلوماتی بیشتر در این زمینه داشتن، البته ما جوابشو دادیم که اون دیدگاه و نظرات سلفی ها درست نیست و چند تا روایت هم نقل کردیم. حالا برای معلوماتی بیشتر از کتاب‌های فقهی مذهب حنفی چند تا مطلب برای عزیزان می آورم که آیا ببینیم واقعاً علما، دانشمندان و فقهای اسلامی بر این دیدگاهی که سلفی ها ابراز می دارند صحت گذاشته اند، تایید کرده اند؟ نه، این حرف تازگی دارد برای جامعه اسلامی. ببینید صاحب کتاب فتح القدیر ضمن بیان چگونگی زیارت قبر شریف حضرت پیامبر صلوات الله و سلامه علیه از جمله گفته است: و یسأل الله تعالی حاجته متوسلا الی الله بحضرة نبیه علیه الصلاة والسلام و اعظم المسائل و اهمها سؤال حسن الخاتمه و الرضوان و المغفره. ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيقول: يا رسول الله أسألك الشفاعة، يا رسول الله أسألك الشفاعة وأتوسل بك إلى الله في أن أموت مسلما على ملتك و سنتك. یعنی ایشان صاحب کتاب فتح القدیر در مقام بیانی آداب زیارت است. میگوید تو وقتی رفتی نزد قبر شریف آن حضرت باید این را بگویی. حالا من ترجمه اش را برایتان بیان کنم، توضیح دهم، بخوانم. تو میگویی از خداوند حاجتهایش را میخواهد با توسل به پیامبر و بزرگترین سؤالها و درخواستها و مهمترین آنها این سؤال عاقبت به خیری است، سؤال رضای الهی است، بخشش الهی است. سپس یسأل النبی، یعنی سپس رو به پیامبر میکند و از پیامبر میپرسد، از پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته میپرسد، شفاعت او را میخواهد از خود پیامبر و میگوید: یا رسول الله اسألک الشفاعه، ای پیامبر من از تو شفاعت میخواهم، یعنی شفاعت کردن تو را میخواهم. و اتوسل بک الی الله فی ان اموت مسلما، با توسلی به تو از تو میخواهم، از خدا میخواهم که چی؟ مسلمان بمیرم، بر ملت تو ای پیامبر بمیرم و بر سنت تو بمیرم. اگر دیدگاهی آقایانی سلفی درست باشد مبنی بر اینکه مثلا مرده نمیشنود و توسل به مرده و درخواست از مرده بی‌معنی است و بدعت و نمیدونم شرک و از این حرف ها، این رو باید چگونه تفسیر کرد؟ ایشان در آداب زیارت پیامبر این را بیان می‌فرمایند: اسألک الشفاعة یا رسول الله و اتوسل بک فی ان اموت مسلما. یک شاهدی دیگر صاحب کتابی مجمع الانهر فی شرح ملتقى الابهر، این هم یکی از کتاب‌های مشهور فقهی در مذهب حنفی. ایشان هم در باب کیفیت زیارت قبر پیامبر تقریبا شبیه همون چیزی که صاحب فتح القدیر گفتند میگوید: ثم يسأل الله تعالى حاجته و اعظم الحاجات سؤال حسن الخاتمه و طلب المغفره و یقول: السلام علیک یا رسول الله اسألك الشفاعة الكبرى
و اتوسل بك الى الله تعالی فی ان اموت مسلما علی ملتك و سنتك و ان احشر فی زمرة عباد الله الصالحین. ببینید ایشان گفتن در کتاب فقه آوردن وقتی رفتی حج، وقتی رفتی مشرف شدی به زیارت قبر شریف آن حضرت صلوات الله و سلامه علیه که از خدا میخواهیم همه ما را به این مقام نصیبمان کند، یعنی برویم زیارت قبر پیامبر را بکنیم. ایشان هم میفرمایند که از خدا نیازهایش را میخواهد و بزرگترین نیازها این درخواستی عاقبت به خیری از خداست، طلب مغفرت است و میگوید السلام علیک یا رسول الله. ببینید میگه تو خطاب به پیامبر بگو السلام علیک یا رسول الله، من از تو شفاعتی بزرگ را میخواهم و متوسل میشوم، با توسلی به تو از خدا میخواهم که مسلمان بمیرم، بر ملت تو بمیرم ای محمد صلوات الله و سلامه علیه و بر سنت تو و در قطار بندگان صالح خداوند محشور بشوم. کتاب دیگر داریم در مذهب حنفی، کتاب فقهی معروف فقه العبادات. ایشان هم در همون باب کیفیت زیارت قبر شریف پیامبر میفرمایند قال تعالی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما وقد جئناك ظالمین انفسنا مستغفرین لذنوبنا فاشفع لنا الى ربك واسأله ان يميتنا على سنتك وان يوردنا حوضك وان يسقينا بکأسک غیر خزایا ولا نادمین الشفاعت یا رسول الله. صاحب کتاب فقه عبادات میگوید وقتی رفتی زیارت قبر پیامبر چنین موضع باید داشته باشی، چنین باید انجام بدهی. خدا میگوید وقتی هرگاه بندگان بر خویشتن ستم کردند پیش تو آیند ای پیامبر و از خدا طلب مغفرت کنند و پیامبر هم برای آنها طلب مغفرت و بخشش کند، آنگاه خدا را توبه پذیر، تواب و مهربان خواهند یافت. و ما آمدیم به نزد تو ای پیامبر در حالی که به خویشتن ظلم کرده ایم، ما آمدیم در حالی که از خدا طلب آمرزش مغفرت میخواهیم برای این گناهانمون، شفاعت کن ما را ای پیامبر به سوی پروردگار، شفیع ما باش نزد پروردگار و از او بپرس که ما را بر سنت تو بمیراند و ما را واردی حوضت بکند و با اون کاسه تو ما را سیراب کند، ما پشیمان نباشیم در آن روز، خار نباشیم. الشفاعت یا رسول الله، از تو شفاعت میخوایم. ببینید اینها مطالبی است که در کتاب‌های فقهی آمده است در باب زیارت پیامبر. ما مأموریم بر اساس این مطالب، ما مأموریم وقتی رفتیم زیارت قبر شریف پیامبر چنین انجام بدهیم. خب اگر اون نظری وهابی ها سلفی ها درست باشد که مثلا مرده نمیشنود، این را چگونه تفسیر میتوان کرد؟ توجه هستی؟ البته یک پاسخ خوبی هم داده است کتاب صاحب کتاب النافع الکبیر، این هم کتاب فقهی است. من حالا عربیش نمیخونم، ترجمهشو میخونم. ایشان میگوید که بین عوام آوازه شده است که، حالا ادرسشو من به شما بگویم، این در کتاب النافع الکبیر جلد اول صفحه 242 از المکتبه الشامله، اینو میتوانید شما پیدا بکنید. من حالا چون طولانی است عربیش رو نمیخونم، یک دفعه ترجمه اش رو بخونم. ایشان میگوید بین عوام آوازه شده است که گویا حنفی ها معتقد باشند که مردگان نمیشنوند. حقیقت آن است که حنفی ها بیزار از چنین نسبتی به آنها میباشند. چگونه قدمای اصحاب ما شنیدن مردگان را انکار میکرده باشند، حال آنکه نص‌های داریم که دلالت بر شنیدن مردگان میکنند و اکثر صحابه بر این مسئله اجماع کردند. یعنی ایشان ادعای اجماع میکنند، میگوید ما اجماع داریم که چی؟ مرده هم میشنود. سپس میفرماید ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها
قبر برادر خود عبدالرحمن را زیارت کرده و با او سخن گفتند، چنان که ترمذی و غیر از ترمذی این روایت را نقل کرده اند. شما در سنن ترمذی جلد 4 صفحه 313 نگاه بکنید، در یک بابی هست، یک حدیثی هست اونجا از زیارت حضرت ام المؤمنین عایشه قبر برادرشان را اونجا این خبر را آورده اند. سپس صاحب کتاب النافع الکبیر میگوید از این فهمیده می شود که شنونده و فهم کننده روح انسان است، نه جسدی او. ببینید واقعا این سلفی ها مثل ماتریالیست و مادیگری ها می اندیشند، یعنی مرده که نمیشنود. خب مرده که این جسد کی نیست، که روحی ماست، واقعیت حقیقت ما این روحی ماست، روحی ما میشنود. کسی که میمیرد که روحش که از بین نمیرد، در عالم برزخ هست، ما رو میشنود. ما اصلا نمیتوانیم از آگاه باشیم، اما آنها از ما آگاهند. بعد سپس میگویند به نظر من حقانیت این امر برای کسانی که شنیدن مردگان را انکار میکنند بعد از مردنشان آشکار خواهد شد، هرچند در این حیات این را انکار کنند و آنگاه به خطا و اشتباهشان پی خواهند بود، ولی حیات که دیگر سود برایشان نخواهد داشت. بنابراین اینکه این سلفی ها و این دیدگاهشان را نسبت میدهم به تمام اهل سنت، اینها این پایه ندارد، اساس ندارد. این فقط خودی جناب محمد ابن عبدالوهاب و اینها چند تا وهابی این را بافتند و بعد نسبت میدن به تمام مسلمان ها. این درست نیست. چون این نیست که فقط شیعیان مثلا اعتقاد داشته باشند که از مرده پرسیدن اشکال ندارد. نه، تمام قدمای اهل سنت بر همین اعتقاد بودند. من در جلسه قبلی روایت هم برای عزیزان نقل کردم و امروز هم این دیدگاه فقها یک معلومات علاوه‌ای اضافه‌ای برای شما بود. انشاءالله من همینجا بحث را به اتمام میرسانم و در جلسه بعد ما بحثی ارزم به حضور عزیزان بحثی نبوت را شروع خواهیم کرد. بحثی قضا و قدر را هم گذاشتم برای بعد. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. سلامت باشید.